دوستان عزیز 19 یونیو سال 2025 قرار داریم در دهه چورباغ بلندی های ادیر به آب. اینجا هست پلک تربوز ما لالمی دوروزاده ایستادن و این طرف تخمینا 200 متر پس یا 150 متر پس در داخل همین دره چشمه پیدا شده است. اکای من گفت که چشمه پیدا شده است. حاضر میرویم نزد همون چشمه میکوبیم، چشمه رو ببینیم که چه چشمه است. همدوران عزیز ما تخمینا 100 متر آمدیم در درون همین دره. با پایون می آمدیم نستر بود راه هورتر، لیکن ما با یک راهی بزبتر آمدیم. خطری باز بینیم و حرکت میکنیم گذاریم. ها انا چشمه، انا همونجا چشمه برآمده است. باز ما میریم از نزدیک این چشمه رو آبش رو می نوشیم. خدا خواهد. همدوران عزیز ما پیش چشمه آمده رسیدیم. چشمه نه اونقدر کلان است. من یک دو پیاله تازه کردم که آب رو غش کردم. غش نباشد آب چشمه رو می نوشیم. میبینیم چخیل است. آب صاف بود، همون طرفش صاف بود. جای می برآمدگی این چشمه رو برای آب رو همش رو گرفتن نشانته. این چشمه رو برای آب رو گرفتن. اینجا کلان کردن در کار، یعنی کار کردن در کار، چقرتر کردن در کار که از اینجا این آب رو گیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. میگویم باز این آب صاف بود. باز من به پیاله خودم لوی آلود کردم برای بلاش تازه کنم. گفته که یکی لویش رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. آب شیرینی، آب خنک، آب حیات. همدوران عزیز اگر ما این چشمه بسیار شود حوض کلان کنیم. من اینجا یک تا توت سبزیده ایستاده است، یک تا بیت سبزیده ایستاده است. ما اگر این چشمه رو کلان کنیم، چشمه کلان شود، اگر میتونیم یک تا گنراتورچه 5-6 کیلووات مونده آب رو گرفته همون زمینی پلک بریم باغ‌ها آباد کنیم. خیلی این همش نقشه های آینده است. خدا همین چشمه رو کلان کند. با ما استفاده میبریم از نعمت های خدا داد. بگیریم. عجب وطنی داریم ما. همدوران عزیز وطن را آباد باید کنیم، باید در وطن راحت کنیم. باید دیگران آمده کاری ما را در تاجیکستان کار کنند. فرنگی ملت های عرب و دیگر ملت ها ما باید استراحت کرده گردیم. همدوران عزیز برای این گپ های من گفتند باید محنت کنیم. در پناه خدا باشید. خدا هر یک تایی شما رو در پناهش نگاه دارد. اگر یک قین نباشد همون یک لایکتان نمونید. قین نباشد. من برای که میبینم در یوتیوب تماشا میکند 120,000 آدم لایک میموند، 70 آدم. در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشد. کش